تحدی داده جان ما که برآمد، اما کس نیست که یک پاسخ به یک تحدی که بتن من بگویم من میکنم اینا بیا. خب بگو اینا رو شما تحدی بتین. نه خب باش که از این مشانه در بغلم بگیرم مقبول معلوم شوه. نه این مقبول معلوم شوه، من نه این بدون ما مقبول نیستم، ما بدون از این مقبول هستم. خب از آن در حرف از این قرار است که ملاها، چلی ملاها، مفتی ها، پیسگکی ها، مؤرخین، محدثین، مفسرین و فقها در مورد اینا عبید زاکانی یک شعر هم داره، میگه آن که پشمینتن است از علماست، آن که مچون فلان است از فقهاست. آلت هم مرد صفت را دارد، به گمانم که فقیه فقهاست. حالا بر صورت تحدی از این قرار است شمایی که داد از غیرت میزنین به عنوان ملا و این دین را دین غیرتمند برای باورمند این دین که در موردش نمیدانه، فقط به نامش باور داره، اسلام میگه و جان میته. خب بیایین که همون غیرت را به مردم ما یک معرفی کنیم. یک تحدی محکم برایتان داده میشه، یک مناظره قشنگ و مقبول در باب غیرت و غیرتمندی در اسلام و مناظره دوم در باب غیرت در فرد آزاداندیش و خدا ناباور چگونه پدید می آید، چرا باید خود یک فردی که به خدا باور نداره غیرتمند باشه، غیرت باور باشه به جای خدا باور، و همچنان چرا انسان مکلف هست که غیرت داشته باشه. نیازمندی ما به غیرت را که بسیار فراتر از این احادیث و روایت شماست ما در خدمتتان هستیم. اخلاق هم براتون می رقم تحدی دادیم، غیرت هم براتون می رقم تحدی میدیم. فقط یکیتون صدایتان را بکشین. اینهایی که خوردن، بردن و مردن، اینها را من نمیگم دوباره بیاید. ملا دو تا گفتگو اجازه داره بکنه. هر ملا یکی گفتگویی که مشهور میشه، یکی گفتگویی که پس دغار فرو میشه. هر ملا دو تا گفتگو باید با ما داشته باشه. مجبور هستیم که مناظره یا دو جانبه باشه، یک گفتگو باشه یا دو تا مناظره باشه. که اسما بنت مروان را قبول کردیم، از رضای کبیر فرار کردن خائنا. موی میمانن با خواهر خود رقابت میکنن تا زانو، اما برابر یک تار موی خود غیرت ندارن. یعنی سر کل میکنم اما غیرت دارم. البته کل نیم موی داریم موسی، اما پلان دارم یک ماشین کنم سره. خب موی تا زانوی تمام را کل کو اما غیرت داشته باش. حالا به سریقه تون ما کار ندارم، مویم کجا براتون کشته دادم، مویز داده، کشمش داده که شکمتون اسیر کرده باش. این رقابت چی معنا داره؟ اینال حرف هم اینجاست، مثل فراریتان فرار نکنید. بیاین که یک مناظره بگیریم غیرت و غیرتمندی در اسلام ناشریف و غیرتمندی در یک مرتد که همان خودم باش. هر چی سوال در باب غیرت دارین، گفتم در مورد این که انگیزه غیرت چرا باید در ما باشه وقتی ما به هیچ خدایی باور ندارم. به اسلام که اسلام غیرت نآورده که بگیم اگر ما اسلام را ترک کردیم پس چرا غیرت دارم. در اصل وقتی من مسلمان بودم، شاید اگر پیروی از این کتابا میکردم من بی غیرت میبودم. این حال مسلمان غیرتمند میتونیم داشته باشیم در چی حالت؟ از این مزخرفات خبر نباشه. اگر از اینا خبر باشه غیرت نداره، که همچنان مسلمان باشه. هر فردی که این کتابا را میخونه، میدانه، درک میکنه، بازم مسلمان میمونه، بی غیرت است. هر فردی که میخونه، میدانه و درک میکنه، باز هم مسلمان میمونه، به خاطر بی غیرت بودنش است. اما تویی که خواندی، ترکش کردی، امروز هم هموطنان ما که 80% میگه بخاری را دور بندازین. اینا کلش بخاری باور بودن. نامش را میشنیدن میگفتن سبحان الله، فکر میکردن کدام چیز از آدم گرم میکنه. اما از وقتی که ما آمدیم بالش کردیم، پروبال شد این کتاب، دیگر امروز غیرتشان باعث شده که این کتاب قبول نداشته باشن. این از غیرتمندی و شرفمندی هموطنان ما که بسیار آدمای با غیرت ما زیاد داریم، اما مسلمان هستن چون نخواندن این کتابا را. وقتی که این کتابا را میخونن، این کتابا را ترک میکنن، غیرتمندی است.
این که ما اسلام را تا ترک کردیم غیرتمند بودن ما را ثابت میکنه. چرا ما اسلام را ترک کردیم؟ 10 تا دلیل براتون میگم، 8 تاش مربوط غیرت میشه. 8 تاش مربوط غیرت میشه. همین که ما اسلام را ترک، همین که ما نقد اسلام میکنیم، یک بار دیگر غیرتمند بودن ما را ثابت میکنه. چرا؟ برای ما مفهوم وطن مهم است، برای ما آینده زنان کشور ما مهم است، آینده مردان کشور ما مهم است. اون تفلکایی که با عنوان کودک همسر در رختهای خوابتان شما بی‌وجدانا میبرین، اون لحظه اونها برای ما مهم است، آینده اونها برای ما مهم است. حسن بچیم بیشتر یک تهدید کردی، بالا بیای از بینید بگیرم میموری. تهدید کسی را نکن. شما فکر میکنین تهدیدا را کردین دیدین نتیجه هم نمیده. من روز به روز فعالتر شده رسم. چرا می دستایت سیاه میکنیم و کامنت یک اسکرین شات بگیرم روی خانوادهت پیش طالب روانت میکنن. می روی تسیا نکن دیگه. همین تهدید شما دیگه فایده نداره. نه چرا ادامهش میدی؟ اگه فایده میداشت من میترسیدم. هر قدر شما زیادتر تهدید کنین با همون اندازه ما در نقد این دین سریعتر میشیم، با همون اندازه جدیتر میشیم، با همون اندازه ملاها ضرر میکنن. تهدید شما مساوی است به ضرر ملاها. تهدید شما مساوی است به توهین به دینتان. چرا؟ چون اگر تو تهدید کنی من شاید روایت را بیارم که بسیار سرت بد بخوره. اگر تو تهدید نکنی من شاید روایت را بیارم که زیاد سرت بد نخوره. پس خودتان دارین دینتان را تخریب میکنین. توسط ما دینتان بسیار خوب تخریب میشه، کاملا بال میشه. براتون میانه بگویم. پس من خواهش میکنم اگر با ادب باشین، تهدید نکنین. ما هم شاید در نقد اسلام نه در برخورد با شما، در برخورد با شما ما همیشه انسان بودیم، انسان میمونیم. اما امکان داره سطح نقد را کمی پایین بیاریم. میگم این مردم اهلی شده یکمی. اما تا وقتی که شما کوشش کنین تمثیل وحشی بودن را بکنین، ما هم در برابر اسلام اما نقد وحشیانه نمیگم، نقد بسیار صریح خواهیم داشت و ایره فراموش هم نکنین که خودتان دارین اسلام را از بین میبرید. و من الله توفیق.